رئیس انجمن حقوق انسان در آسیای مرکزی نادژدا اتایوا میگوید بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس در ولایت مسکو برخورد با پناهجویان از کشورهای آسیای مرکزی در اروپا هم دیگر شده است. به قول او درخواست پناهجویان از کشورهای منطقه را رد می‌کنند و آنها را از خاک اروپا بیرون می‌سازند. از این رو تعداد آنهایی که به حامیان حقوق مراجعت می‌کنند باز هم زیادتر شده است، ولی دستی سازمان‌های حامی حقوق هم برای کمک به همه نمی‌رسد. همکارم خیرامان بقازاده با نادژدا اتایوا صحبت داشت و اول از او درباره تغییر مناسبت با پناهجویان و مهاجران پرسید. Но прежде всего мы отмечаем резкую волну дискриминационного подхода. ما یک بار بالا رفتن موردهای مناسبت تبعیض‌آمیز نسبت شهروندان تاجیکستان را مشاهده می‌کنیم که بی‌شبهه از سیاست کرمل منشأ می‌گیرد. من حالا به تاریخچه حادثه‌های کراکوس مراجعت نمی‌کنم و درباره تجربه مراجعت‌ها به سازمان ما می‌گویم. بی‌شبهه اکثر شهروندان تاجیکستان که به اروپا می‌آیند روشنفکران هستند و هم مهاجران کوری می باشند که از روسیه توسط مرز بلاروس و پولشا آمدند. حالا قانون‌های مهاجرت هم سخت‌تر می شود و آنهایی که بار اول در عریضه مقام پناهندگی جواب منفی گرفتند در صورت مراجعت برای بازبینی عریضه‌شان هم بیشتر جواب منفی دریافت می کنند. به آنهای زیادتر جواب منفی می دهند که اعتقادمند بودن خود را آشکارا نشان می دهند. مثلا اگر زنها حجاب و مردها ریش داشته باشند، مناسک مذهبی را رعایت کرده موقع دینی خود را پنهان نمی دارند. توجهی به خصوص به آنها داده می شود که در گرد حمایت‌ها و اعتراضهای دست جمعی اشتراک می کنند. چرا چنین رویخط افراد ضعف پذیر ترتیب داده می شود؟ в некой уязвимой ситуации. سوال دیگر به نادژدا اتایوا این بود که تا کجا حمله مرگبار به کراکوس سبب شد که در اروپا به شهروندان تاجیکستان توجه بیشتر روانه شود. Конечно, безусловно. И я объясню почему. بله درست است. در بسیار کشورهای اروپایی محض حادثه‌های کراکوس سبب شد که به شهروندان تاجیکستان توجهی بیشتر ظاهر شود. پیشتر آنها را همچون شهروندان کشورهای آسیای مرکزی و یا اوراسیا بررسی می‌کردند. حادثه‌های کراکوسیتی بالا گرفت. در بعضی دولت‌ها با آموزش رابطه‌های جامعه تاجیکان پرداختند و دیدند که بسیاری ها در رویخط سازمان‌های ممنوع قرار دارند. البته درست است که باید طبیعت سیاسی تاجیکستان عمیق آموخته شده چی بودن فهرست سازمان‌های ممنوع در این کشور درست درک کرده شود. همکارم خیرامان بقازاده با نادژدا اتایوا یکی از حامیان حقوق مقیم اروپا صحبت می‌کرد که به پناهجویان تاجیک هم کمک می‌رساند. او همچنین گفت این زمان با پرونده 20 شهروندی تاجیکستان کار می‌کنند که می‌خواهند حق پناهندگی بگیرند یا در داخل کشور با مشکلات جدی روبرو هستند. گفتگوی مفصل با نادژدا اتایوا به زودی در وبسایت azadi.org نشر می‌شود.